در همایش بزرگ خانواده بیگداشمن محصول جدیدی رو ارائه دادن به نام شارکی 430. این محصول و رباتی که می‌بینید برای شستشوی سالن‌های تخم‌گذار برای قفس و همچنین آشیانه مرغ مادر در سالن‌های مرغ مادر هستش. با توجه به شکلی که مشاهده می‌کنید این دستگاه 500 کیلو وزن داره، برای 6 طبقه قفس قابلیت داره، میتونه بازو بالا بره و بشوره. تمام قسمت‌هایی رو که هست شستشو میده به صورت هوشمند. همچنین از هوش مصنوعی استفاده میکنه و در اصل لرنینگ داره. شما ممکنه جایی رو در قفس یا در آشیانه داشته باشید براتون اهمیت داشته باشید، میتونید به اون یاد بدید که این جاها برای شما اهمیت داره و اون میاد اون قسمت رو برای شما تمیز میکنه. به این صورت هستش که این دستگاه زمانی که شروع به کار میکنه حرکت میکنه، تمام نقاطی رو که توی قفس یا آشیانه هست رو با آب فشار قوی شستشو میده، تمیز میکنه، به آخر خط که میرسه یا کارش تموم میشه از طریق SMS یا از طریق نرم افزار یا از طریق تماس به کاربر اطلاع میده، یا نه هر اروری داشته باشه، شرایطی رو داشته باشه، ارتباط داره با کاربرش. باتری خیلی پرقدرتی داره. این باتری حدود 30 ساعت میتونه به صورت کامل کار بکنه بدون نیاز به برق. همچنین در آینده نزدیک قراره که این پیشرفته تر بشه. نسل بعدی این برای سیلوها قرار استفاده بشه و همچنین برای قطعات و تجهیزاتی که داخل سالن برای تهویه استفاده میشه. طبق برآوردی که خودشون داشتن تقریبا با توجه به قیمتش حدود 2 سال بازگشت سرمایه داره. با توجه به اینکه نیروی کار توی ایران ارزون هستش، خب این یه مدت بیشتری رو زمان میبره برای بازگشت سرمایه. ولی نکته مهمی که ما تو کشور خودمون داریم این هستش که قضیه بحران آب هستش. به جز اینکه خب رباتیک هم دقت بالاتر هم زمان کمتری رو مصرف میکنه و کیفیت بهتری رو به ما ارائه میده، این دستگاه میتونه 8 لیتر در دقیقه صرفه‌جویی آب داشته باشه که این قضیه بسیار مهمی هستش با توجه به بحرانی که ما در کشورمون به خاطر مسئله آب داریم.